سلام دوستای عزیز، امید که همگیتان خوب باشین، سلامت باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین و روزه و نماز همگی ما و شما قبول درگاه حق باشه و خوش آمدین به یکی از ولاگای ما. قسمی که میبینین دوستای عزیز بخیر در راه هستیم، میریم بخیر طرف بشیر عزیزی بکری که در اسکاربرو است به خاطر گرفتن سوداهای عید که بخیر چند روز مانده بخیر به عید و از خداوند متعال عید خوب و خوش برای همگیتان آرزو دارم و عید پیش از پیش برای همگیتان تبریک میگم. امید که یک عید خوب و خوش داشته باشید. و رسیدیم به خیر بشیر عزیزی بکری دوستا و اگر شما میخواین برای عیدتان و برای هر محافل خوشیتان میخواین کیک کلچه مزه‌دار و انواع و اقسام کلچه های شور و شیرین افغانی میخواین بگیرین، ما بهتون هایلی رکمند میکنم که بیاین در بشیر عزیزی بکری. بسیار کلچه های مزه‌دار داره و من همیشه فیوریت پلیس ما بشیر عزیزی بکری است و همیشه من کلچه های شان خوش دارم و همیشه از اینجا من میایم میگیرم امرو و فامیل. ما بهتون رکمند میکنم دوستای عزیز، چون که انشالله بخیر عید نزدیک است و اگر میخواین کلچه های مزه‌دار بگیرین so I will highly recommend که بیاین بخیر از بشیر عزیزی بکری بگیرین. و دوستای عزیز از زمانی که من اینجا رفتم یگانه جایی که من فوکس من به خود جمع ساخت او امی عکسای زیبای وطن عزیز ما افغانستان بود و امی بیرق سه رنگ زیبای وطن عزیز ما افغانستان و امی آرزوی ما از دوستای عزیز که خداوند یک آرامی در وطن ما بیاره تا که خواهرای عزیز ما پس به مکتب بروند و در مکتب بر رویشان واشه و پس به آزادی های خود برسند، چون که من میفهم دوستای عزیز که در مملکت باشی اما در مکتب بر روی بسته باشه و درس خوانده نتانی، مکتب رفته نتانی و آزادی تا نداشته باشی، او بسیار سخت است دوستا. و من هر بار که اینمی در فکر من میاد دوستای عزیز باور کنین بسیار برم سخت میگذره که خواهرای ما آزادی درس خواندن ندارن، بسیار سخت است و همیشه دعای من اینمی است که خداوند یک آرامی را بیاره در وطن عزیز ما افغانستان تا که همگی آزادی خود داشته باشن و همگی آرام باشن و اینمی آرزوی همگی ما است و انشالله ما همگی امید به مو روز هستیم بخیر. و همچنان دوستای عزیز من نمیفهم که من متاسفم یا شما هم متاسفین. من همیشه که به سودا خریدن میرم در دکانای افغانی یگانه چیزی رو که من اول میخوایم بر خود بگیرم او است سیمیان افغانی، چون که بسیار مزه‌دار است و بسیار طعم آلای خوب داره، نمکی است و کم ذره تند است و بسیار مزه‌دار است. سو من بهتون هایلی رکمند میکنم که برین بخیر بگیرین براتون. دوستای عزیز کلچه های خود گرفتیم و آل آمدیم بخیر به سمت میوه خشک.
دوستای عزیز، سودای عید ما بخیر خلاص شد و عید پیش از پیش برای همگیتان تبریک میگم و از خداوند متعال یک عید پر از خوشی و پر از جانجوری و سلامتی برای همگیتان آرزو دارم. و اگر شما میخواین که سودای عیدتان و میوه خشک عیدتان و یا کلچه عیدتان بیاین از بشیر عزیزی بگیرین، من آدرس چه براتون در دیسکریپشن باکس به دسترستان میسپارم، شما میتونین که از اونجا بگیرین. و همچنان اگر دی ویدیو امروز ما از این ولاگ ما خوشتان آمده باشه، سو لایک، کامنت، شیر و سابسکرایب یادتان نره. و تا ویدیوی بعدی، تا ولاگ بعدی، همگیتان به خدا یکتا میسپارم. خداحافظ.